سلام، خیلی خوش اومدید به این گیم پلی از بازی ماینکرافت. اومدیم با نسخه آپتیفاین 1.26 بعد دیگه همین. بعد بخواید سیو درست کنید باید کریت نیو ورلد رو بزنید. اسم دنیامونو چی بذاریم؟ گیمرها. صبر میکنیم تا بازی ما رو وارد دنیا کنه. یعنی همون به اصطلاح لود شه. صبر میکنیم تا کاملا لود شه. خب دنیامون لود شد. شما اولین کاری که باید بکنید اینه که نزدیک درخت بیایید و بهش مشت بزنید. تا اون درخت تکه تکه شه. خب بعد واک لوگو برمیدارید میذارید داخل کرافتینگ خودمون. بعد چوب بهتون میده، رو هم بذارید بهتون استیک میده. استیک به درد ساختن سلاح‌ها و فنس و چیزای دیگه میخوره. گاو بعد باید بگردید دنبال گوسفند پیدا کنید. همون 3 تا گوسفند بسته. ما الان نیازی به گوشتش نداریم، فقط نیاز به پشمش داریم که باهاش تخت درست کنیم و شبو بگذرونیم. این از دومیش. این از سومیش. بگردیم ببینیم چی پیدا میکنیم. قاره کوچیکه. جای خوبی اسپان شدیم. میتونه باشه برای زندگی کردن. اولین کاری که میکنید چیز میکنید، میرید
دنبال یه جای خوب میگردید و اونجا رو به یه حفره تبدیل میکنید و داخلش رو خالی میکنید که تبدیل به پناهگاه براتون بشه. ما الان کرافتی میسازیم. با کلنگ که داخلش رو خالی کنیم تا یه پناهگاه بشه برای زندگی کردن. خب اینی که اینجا میبینید اسمش کاله، یعنی همون به اصطلاح زغال. زغال برای پختن گوشت و به دست آوردن سنگ و چیزهای دیگه به درد می‌خوره. کولدن زغاله. خب بعد از کلی بدبختی تونستم اینجا رو باز کنم که یه چیز تقریبا همین شکلی در اومد. میدونم مزخرفه ولی برای شروع بد نیستش. به این میگن تورچ. اینو موقعی که داخل غار میرید باید حتما چند تا از این تورچا داشته باشید تا بتونید غار رو روشن کنید و ما یا زامبی یا هر چیز دیگه اسپان نشه براتون. اینم ببریمش تو که وسایلمون رو داخل درست کنیم. سنگو کنار هم میذارید و یه دونه فرنیس به دست میارید و اینو میذارید کنار این و زغال رو داخل این میذارید و میتونید گوشتا رو بپزید. اینم از تخت برای گذروندن شبمون. آن راستی همیشه باید برای پناهگاه یا خونتون همیشه در بذارید تا مابا نیان پارتون کنن. فعلا نیاز به غذا نداریم. لوازممون رو بسازیم. همیشه این 4 تا چیزو باید همیشه اول درست کنید تا بتونید همه چیزو برای زندگی کردن مهیا کنید. با همین 4 تا چیزمون خفن. جای خوبی شد. گوشتم باید همیشه همراهتون باشه چون ممکنه این گوشتا کم بشه، گوشنه بشیم و دمیج بخوریم و صدمه به خودمون بزنیم و نخوردن این گوشت. تا وقتی که کامل خورشید رو به پایین نیومده نمیتونید بخوابید چون باید کاملا شب بشه و هوا تاریک بشه
تا اون موقع بتونید بخوابید. حتی غروب هم بشه میتونید بخوابید. خب دیگه خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. لایک و کامنت فراموش نشه. پارت بعدی هم براتون چیز میکنم، درست میکنم، میذارم براتون. زنگوله کنار ویدیو هم بزنید تا از ویدیوهایی که من میزنم با خبر شید. ممنون که این ویدیو رو تا انتها نگاه کردید. لایک و کامنت هم یادتون نره. تا پارت بعد، خداحافظ.